پایگاه خبری سنگر که بیشتر مسائل مقاومت ضد طالبان در افغانستان را پیگیری میکند خبر داد که روز 1 اپریل در دره پونی ولایت پنشیر بین نیروهای طالبان و جبهه مقاومت ملی افغانستان زدخورد سنگین صورت گرفته است. این شدیدترین و برای طالبان پرقربانی ترین درگیری در پنشیر پس از سقوط آن و به دست جنبش طالبان در ماه سپتامبر سال 2021 نامیده می شود. امینجان حصارکی فرمانده جبهه مقاومت ملی افغانستان به سامانه سنگر گفته است روز 31 مارس به قرارگاه مقاومت در دره پونی دره حصارک ولسوالی روخه اطلاعات رسیده است که یک گروه حدود 300 نفره قطعه سرخ طالبان زابلی با عزم حمله به این قرارگاه وارد منطقه شده است. آنها تا آخر راه ماشینگرد دره حصارک حرکت کرده 2 کیلومتر دیگر را به دره کنار پونی پیاده حرکت کردند و خود را به قرارگاه رسانیده شب را آنجا سپری کردند. نیروهای ما پس از رسیدن اطلاع قرارگاه را ترک نموده در اطراف آن موضع گرفتند. فردای آن روز 1 اپریل حوالی ساعت 1:30 روز وقتی هوا گرم شد سر طالبان یک حمله غافلگیرانه صورت گرفت، گفت امینجان حصارکی. وی افزود یک درگیری شدید به وقوع پیوست که در نخستین ساعتهای آن تعداد زیادی از جنگیان محاصره شده طالبان به هلاکت رسیدند. بنا به اطلاعی که به ما رسید بار اول طالبان در 2 ماشین رنجر 12 جسد ففتیدگان خود را به شفاخانه روخه انتقال دادند. طالبان در عموم حدود 30 کشته و 15 زخمی به جا گذاشتند. نیروهای ما آسیب ندیدند. 17 سلاح نو مختلف نیز به غنیمت مقاومتگران افتاد. خبر داده است امینجان حصارکی. طالبان خبر هلاکت جنگیانش در دره پونی را شرح ندادند. پنشیر آخرین ولایت از 34 ولایت افغانستان بود که در اول ماه سپتامبر سال 2021 به دست طالبان افتاد. در این ولایت و منطقه اندرابهای ولایت مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود فرزند احمدشاه مسعود جبهه مقاومت ملی افغانستان را سازمان دادند که به ضد طالبان می جنگد. این جبهه در تیر ماه سال گذشته خیلی فعال بود ولی ماه‌های آخر درباره زد و خوردهایش به ضد طالبان تقریبا هیچ خبری نوی به گوش نمی رسید. ولی جبهه مقاومت ملی می گوید طی نیم سال آخر در زد و خوردها در دره پنشیر حدود 2000 نفر از جنگجویان طالبان کشته و زخمی شدند. از طرف جبهه مقاومت و ساکنان ملکی پنشیر نیز تقریبا 400 نفر به هلاکت رسیدند. تصدیق این رقم ها توسط منابع دیگر امکان ندارد. طالبان میگویند وسعت و دامنه مقاومت در پنشیر به حدی نیست که جبهه مقاومت ملی میخواهند تصویر کنند.